دوستان عزیز سلام علیکم. قطعا که نجبیدیم خواهش میکنم همه ویدیو را دستگیری کنین، لایک کامنت‌های خودتون که برای شما برای گرانیت التیم. سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خدا نگهبان هر یک کدام شما باشه. اولش پروردگار و شما هستید که چقدر مردمی نیازمند کمک میکنه. الحمدلله. دوستان مهربان چه که ما گفتیم هر یک شخصی که نسبت ما گام زد باز مسئله رکلام ما میگفتیم که بیایم خیلی برادر در باری ما بشی رکلام ما به پلای، یعنی که مقصد از این که حرکت میکنیم ما کارکنان باز فرزندان ما کار کنیم، برادری که با مردم مهاجر کار میکنن مسلمان کار میکنن یگان کپکشون نگیریم. امروز اکای نجبین با پیش ما را اومد این برادر چون پیش 2 سال شده چی میبرده گرانیت می بودن میوردن. امروز خواستن که مقصد با ما رکلامش کنیم، مردمی که اوج سر شده به قزاقستان میرن در مدت 1.5-2 روز با رکلام کنیم. از خانه اکای نجبین میتیم چند سو میبره چخل میاره، مقصد نرخ نواش رقم تلفن در روی اکران نازکی گرانیت را میفهمونه با اشاره دوام میتیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران. ما تقریبا 10 سال کار کردیم گرانیت از 2010 تا 2020 پاندمی را خیلی باید 2 سال ما کم دام گرفتیم، همه جو پاندمی شد. ما با کار شروع کردیم بوده آورده ایم شکری علاج درس رفتیم اومدیم بعد هوشیدن با رفتیم دیدیم چی همه کمبودیاش هستند چی هست با چی نیست. حضرت شکری الله همه 100% رفته آماده است. درس رفتم این امروز حضور نصیب باشه بعد همین ظرف با حرکت. نرخ نوا چند سوم؟ نرخ نوای ما اکا 8000 سوم در درونش همش 8000 در درونش گرانیت قزاقستان در درون ما میبریم دو همه ثمره را با در دیگه ماشین مردم سور میشوند با اون ماشین میبره گرانیت میگیره میارشون در پیش ما همه یعنی ما خودمون در همون ماشین که با درش از ثمره میبرن ما خودمون میتیم ثمره و گرانیت میرن میگذرن چند ساعت میرن و یا از ثمره تا گرانیت را 8 تا 10 ساعت میرن میآیند. شما 10 ساعت دیگه بگیم و یا میبرن میارن 8 تا 10 ساعت که دیر شما. خب همون بچه هم 8000 که مقصد تو میگیره اکلین تو از سر همین مقصد به اون بچه‌ای که از 10 ساعتی که گرانیت ثمره میبرن میگذرن میارن شما یعنی تو ثمره را میبری و در دیگه ماشین میسپره از سر مو 8000 که اکلین تو میگیره دو آدمو میتی و اولش خودمون بیزا پاس میبرن میارن با مردمای خودمونن. شما تا اومدن که اون ماشین رو دم میگیرید؟ بله ما دم میگیریم با ما گفتیم که تونسون بسیار بعدلو میگن که ما خودمون میبریم گرانیت میبریم میاریم ها مثلا یکم دیم رس مردم میرن میآیند مثلا بعد آدمیزاد هم مثلا مونده میشه. من در تجربه 10 ساله کارم ده چند آدم دیدم که همین مثال خونه میرفتن مثال شون میرفتن اومدن در DTP غلط دیدن چند آدما هم مثال هلاکت هم رسیدن. برای همین ما میبریم دو ثمره برای بخطری هم مردم ما باید 7-8 ساعت دم میگیریم بعد با ما مردم شکری الله میگیریم سلامت میاریم مسکو. مسئله آدمای بی دکومنت که هستن میاش بله آدمایی که هستن بی دکومنت ما هم دو ثمره را میبریم. ما دو ثمره را یک پوز 2 پوز 3 پوز چند پوز هستن ما خود ما حلش میکنیم اونو را از خود نمیکنن. بعد از ثمره اون آدما میبرن گاه در پیش هم قلبی گرانیت در رید میشه. اونجا اگر رید افتادن ماکسیمم 500 روبل را از خود میکنن آدمایی که بی دکومنت هستند. بی دکومنت دورش که مقصد خریدی تورشای و سون اگر سون نمیدن آدمایی که واپشه بی دکومنت هستند همون شاید 500,000 سوم را خود کنند با فیمیز اگر رید بفتن اگر نبفتن ما هم را حل میکنیم. مسئله آدمایی که دیپارتات سن یا زپرت میشه چی میگه؟ آدمایی هستن که مردم بسیار جمع میگردن زپرت داره چون نمیدونن بله یا دیپورت داره نمیدونن. اونا آدما مینا و ما میشنن اینا مثال شما ورانکی برادرام مثال چی میکنن ویدیو میکنن مثال میگن ما شما دا باور کردیم برادرها کدام وی زپرت دارن یا دیپورت دارن یا دکومنتاتون مثلا که زپرت یگان دیپارتات شدگی این خطون نمیدونن گرانیت میرن ابراد نه یگان خیل درآمده نمیتونه اینجا نه اکا نه مو یگان از هرچند اگر واپل یگان خیلی واپروس حل نمیشه. دیپورت آدمو زپرت آدمو در مابین مردمی ما هستن یا مودا یکنی مودا گوگو مودا هم خیلی هم میفتن که اینا کتی ما میروند دیگه نمیویند. انا یه سوال اینجا به میاد که وقتی که 8000 شما رو میسپره شما میره که وای خودش نمیدونه که مقصد زپری داره مثلا نه اگرانیت دیگه درآمدش نمیمونه اون سوم میوای چی میشه؟ با هم از سومی که همون میمونه ما 10000 که آدم میبرم میاره اون ما کار ندارم مثلا اصلا ما پولی که من خودم میمونه من 4-5000 میمونه
من این 5000 هم آدم در 2000 شما میگردونم. مقصد بچه‌ای که دپارتاسیه یا که اون ویزو ترست نمیدونه گرانیتسا میگذره که ایوس درآمدتون اون در قزاقستان نمیدونی بعد به تاجیکستان میره در قزاقستان کار میکنه ایسری همون سومی 8000 تا 2000 تا ابراد نمیگرده یعنی که در این کم خودش گفته شده که گارانتی نمیتیم کدمت که زپریتی و دپارتاسیه نگه شما گارانتی داده میبره میاریم نه تو سمار مردک آل نگفته است تو سمار میبرن در همونجا یا خواه میکنن در دیگه ماشینا میسپارن ماشینای برادرای تاجیکی خیلی منافره تاجیکی خیلی من که با اوجا میگیرن یعنی 2000 ایسری 8000 میگیرن 6000 در دست میمونه مثال دیگه 2000 شوایو را میسپارن و یا میبرن اگر ایوز زپریت باشه نمیبری مقصد با دیگه من آدمایی که میبرن کار ندارم همین برادر اومد با پیش من این سوالا را دادم پگار نگو که با وجود تو گارانت دادی مقصد این برادر من این است که هر یک کلمه بگیرم در پیش نشون بدیم این مقصد از اینکه بی‌زپاس هم خدمت هم برادر هم باوری شما است که من میتونم زنگ بزنم اکاونت یا رکلام کو یا ویزیت کم تا رکلامش کنم پگار میگو اکاتم به رکلام کاری بورس فرزندی من فلان گپ شد با اون خاطر پگار خدا نشون ات یا پروردگار همه ساخت سلامت یگان گپ شد درباره من هست در اکران مقصد میگه برادر همین جای خیر کجون دیگه اگر یگون گپ دیگه گفتنی باشه برو بعد با من بچه‌ها را گفتنی هستم با این فرصت استفاده بودنی مکا با میدونم که با برادرایی که همکسب منن تاکسیستان بچه‌های مردمی هموطن خودمونن برادرها 460 کیلومتر کافه هم گرفتگیم خودمون حلال است اینا کلینتایی که من اینا نصیب باشه بعد یکم چیزا میشه آدمایی که با ماشینای ما میبرن با وایودا 20% سکیت 20% سکیت چانس میگاته این اکم خود بگم 300 ماشون 170 سوم میشه فهمو مقصد ماشین شما در کدام مترو ماشین ما مترو کاتلنیک و مترو نواکاسینو دا میشه مترو کاتلنیک مترو نواکاسینو رقم داره اکران نامش اکای نجمیدین زنگ میزنه خواهش میکنم حالت نبرداشت شاید در گرانیس خواب باشه خیلی چون میگم ابراد شما را زنگ میزنه هر یک فقط به خاطری مقصد التماس به خاطری گرانیت زنگ میزنه در رقم همه اکای نجمیدین دیگه یگون سوال دیگه نه اگر حالت نبرداشت باز میگم شاید ضرورلوم شاید جای مقصد گایان برداشت نمیدن شاید خواب باشه و هم خاطر همه طرفه شما فکر کنید اینا کدمت که با اگر این دوستان عزیز من الله شاهده دعوت نکردم شما همه بیادم رکلام کنید من اینا کم هم جای الله شاهده یگان سوم در کار نیست کدمت ماشین داره با مقصد با برادر هستن بعضیش میدونم بیا این دائم برای من بشینی این هم خیلی رکلام میکنیم یا یگان ختم نمیتونه یگان جیان تونه دلار تونه بیا ان شاء الله من میمونم به خاطر خدا چند بسیار شید هم قدر خوب است برای که رزاق پروردگار در میالینی لوبلینو میره 10 کیتاس شیمی جنس فروخته است هر قدم همه براش پروردگار راست شده است کلین داره با اون خاطر بخیلی نمینیم دستگیری میکنیم یعنی از شما خواهش میکنم که همین ویدیو را دستگیری کنیم منم الله شاهده به خاطر شما همین ویدیو را کرده است منم کار دینی دارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته